ببینی یک وقتی که دفتر اعمال داده میشه که فلان شخص 2 میلیون ساعت سریال هندی سعی کردم رای اون دوها بودن. بدا به حال کسی که هر شب سریال هندی سیل میکنه. 2 میلیون ساعت دیگهش به همراه سیکولرهای ترک هستن که سریال های عصر کفری اتاتورک بر ما ترجمه کردن که به نام زن مسلمان سر برهنه، به نام زن مسلمان پای برهنه، به نام زن مسلمان تنبان نداره جراب داره، به نام زن مسلمان یخنش باز است، به نام زن مسلمان و سریال ترکی اسلامی زنا و شراب بر مردم درس میده. و در روز قیامت وقتی که دفتر اعمالش داده میشه این شخص میگه که 2 میلیون یونت عمرت به همراه سیکولرهای بیدین ترکی تیر کردی. باز اونجا میگه که مال هذا الکتاب، ایشی قسم کتاب است، لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها، هیچ چیز خرد ریزی را نمانده. ما که یک روز یک مسخرگی هم سر یک نفر کردیم نوشته شده، سر قوارین یک کس هم رشخند زدیم نوشته شده، سر کس استهزا کردیم هم نوشته شده، در مسجد که با پای چپ هم داخل شدیم نوشته شده که چرا با پای چپ داخل شدی. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها. اینجا میگه خسر و نقصان که عمر رفته میره. فکر بکنن که فلان شخص 2 میلیون یونت عمر ازی، 2 میلیون یونت عمر ازی در خواندن و ساز است، در دیدن رقاصه ها هست. دریور صاحب در دریوری خود فکر نمیکنه که چی از فکر شرف دریوری است، لکن سوشش زدگی است. 5-6 نفر دیگر هم در معصیت الله داخل میکنه. در روز قیامت گناه 5 نفر دیگه و گناه خودش به خاطر از اینکه ساز در موتر خود چالان کرده، اونجا باز برش گفته میشه که 2 میلیون یونت خودت ساز شنیدی، 2 میلیون هم از این مسلمان مجبور به ساز کردی، 2 نفر دیگه هم شیشه بود که تا شار برسانیش تو برش آهنگ چالان کردی و خواندن چالان کردی. باز در اونجا او هم گناه از اونا هم بالای از اون محاسبه میشه.